مسئولان ساختارهای دولتی ایران عربستان سعودی را از عاملان سرشوی روابط با تاجیکستان ارزیابی کرده‌اند. اما جانب تاجیکستان میگوید که در تصمیم گیری ها در سیاست خارجی مستقل بوده و در روابطش با کشورهای مختلف با هیچ کشور خارجی مشورت نمی کند. مرتضی صفاری نتنزنی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در صحبت با خبرگزاری پارلمانی ایسنا گفته است مقامات تاجیکستان درک نکردند که عربستان سعودی از مؤسسان داعش محسوب شده و قصد دارند ایدئولوژی تکفیری تروریستی را در آسیای مرکزی کند. جناب نتنزی گفته است در پی سردی روابط تعداد زیادی از نهادهای ایران در تاجیکستان بسته شدند. به گفته وی در ماه گذشته سفارت ایران با درخواست دوشنبه دفترهای فرهنگی و اقتصادی خود را در شهر خوجند در شمال تاجیکستان بسته است. در مجموع در ظرف 2 سال اخیر در دوشنبه کمیته امداد امام خمینی، مرکز فرهنگی ایران و بیمارستان مشترک دولت تاجیکستان و جمعیت صلیب سرخ ایران از فعالیت باز مانده‌اند. مرتضی صفاری نتنزنی در بروزی چنین وضع به نقش پولهای عربستان سعودی اشاره کرده است که با دادن رشوه به برخی از مقامات تاجیک ریاض می‌خواهد روابط تهران دوشنبه را خراب کند. همچنین با گفته وی پرزیدنت رحمان در جریان دیدارش از عربستان سعودی در سال گذشته از دولت این کشور قرض و کمک‌های مالی دریافت کرده است که گفته می شود عربستان سعودی به این وسیله تلاش می کند متحد خوب ایران را به سوی خود بکشد. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت دولت تاجیکستان در سیاست خارجی خود از مخالفت‌های روسیه و امریکا و چین و یا ایران عربستان سعودی به منافع خود استفاده نمیبرد. وی گفت عربستان سعودی برای ما ساختمان بنای پارلمان را وعده داده بود، ما از اونها گرفتیم و به جمهوری خلقی چین دادیم. از این سبب دیگر دلیلی هم نمیماند که ما با کسی با مخصوصا با یگان دولت دیگر محض برای پولش همکاری کنیم. رشید غنی عبدالله کارشناس مسائل منطقوی نیز تاکید می‌کند که تاجیکستان با عنوان کشور نچندان بزرگ از مخالفت‌های ابرقدرت‌های جهانی و منطقوی خود را کنار گرفته و به بازیچه دست آنها مبدل نشود. به اعتقاد وی تاجیکستان باید تلاش کند که هدف سیاست‌های دیگر دولت‌ها نگردد و تجربه تلخ گرجستان و اوکراین و سوریه را تکرار نکند. کارشناسان یکی از سبب‌های سردی در روابط میان دوشنبه و تهران را به دعوت محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی و کنفرانس وحدت اسلامی ربط دادند. این کنفرانس در ماه دکبر سال 2015 درست 3 ماه بعد از ممنوع شدن این حزب در تاجیکستان برگزار شد.